سلام، من یه توضیح بدم بابت این ماسکا که خیلی سریع توضیح بدم که سه لایه واقعی معلوم بشه. اینا باید برش بزنیم. لایه وسطش لایه اصلیه، باز نمیشه. این لایه وسط الان تو این ماسکه، این لایه وسط اینطوریه. این اصلا در واقع این لایه وسطش اصلا به درد نمیخوره، هیچ نکته خاصی بابت ویروس نداره. این یه ماسک سه لایه معمولیه که اصلا این اصلا تستش هم نمیکنه. این یکی ماسکه یه لایه وسط داره که اینو از داروخونه ما خریدیم. یه لایه وسط داره شبیه دستمال کاغذیه. این لایه ظاهرا لایه درستی، این لایه ملت بلان باید اسمش باشه، شبیه دستمال کاغذیه، ولی بعد با آتیش امتحانش کنید که ببینید واقعا دستمال کاغذی یا ملت بلانه. روشن میکنی آتیش میگیره، این اصلا به درد نمیخوره، نباید آتیش بگیره. یه لایه دیگه، این یک ماسک که حالا در واقع گفتن که برای کادر پزشکیه و لایه وسطش رو وقتی باز میکنیم میبینیم که بازم شبیه دستمال کاغذیه، ولی که یه ذره جنسش پلاستیکی تره، فرق داره. اینو بهش میگن لایه ملت بلان. تستش هم اینه که وقتی بگیری جلو آتیش این نمیسوزه، آب میشه فقط. این اصلا آتیش نمیگیره، فقط آب میشه. این لایه ملت بلان اصله که ماسک باید این لایه رو داشته باشه که جلو ویروس رو بگیره. اگر نداشته باشه در واقع خیلی تأثیری نداره.